بسم الله الرحمن الرحیم. در مناطق مرزی و رودخانه مرزی در حقیقت عرس قرار تاپ میشه. جاده‌ای که پشت سر قرار تاپ بوده بود جاده همون جاده مناطق آزاد شده قره‌باغ که در جنگ بین آذربایجان و ارمنستان از دست نیروهای ارمنی آزاد گرفته و در اختیار مناطق آزاد شده قره‌باغ متعلق به جمهوری آذربایجان که در حال حاضر طرح‌های راهسازی با مشارکت دولت ترکیه به طول 140 کیلومتر به سطح 4 بانده انجام میده تا وصل به طرف کوریدور زنگیزور که اگر کوریدور زنگیزور را که حدوداً 48 کیلومتر که در قرارداد اخیر با در حقیقت مشارکت ارمنستان و آذربایجان و طرح آمریکایی قرار که بود جاده وصل به کوریدور زنگیزور و از اون مسیر در وصل به منطقه در حقیقت نخچوان که جاده زمینی نخچوان به شهر باکو و بیدسوار آذربایجان آزادسازی و در حقیقت جاده ترانزیت و جاده زمینی بین باکو و نخچوان او مسیر در برقرار گذاشت.